پاسخی رسول الله بر مرد جاهلی که فرزند خود را کشته بود. روز یک شخص نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. از عمل بدی که در زمان جاهلیت انجام داده بود چنین قصه کرد. دخترک خوبی داشتم که بسیار دوستش می داشتم. هر باره که نامش را می گرفتم خنده کنان به سویم می دوید. با وجود این که در اندیشه آن بودم که چگونه او را زنده به گور بسازم، روز وی را با خود به صحرا بردم تا قصد شوم خود را عملی نمایم. دخترکم بازی کنان شادان همراهم می رفت تا که به نزد چاه ویرانه رسیدم. من او را برداشته به آن چاه انداختم و او پدرگویان فریاد میزد: پدر جان. آن مرد قصه خود را تا به اینجا رسانیده گلیش بند شد و چگونه آن چاه را پر از خاک کردن و کشتن دخترچه اش را گفتن نتوانست. رسول الله که به قصه این مرد گوش میداد اشک از چشمان زیبایشان جاری گردید. کسانی که آنجا حاضر بودند آن مرد را ملامت کرده گفتند: تو رسول الله را ناراحت ساختی. رسول الله گفت: او را بگذارید تا دلش را خالی کند. آن مرد باز قصه اش را تا آن نقطه که رسانیده بود از نو حکایت کرد و چون بار اول تا آخر رسانیده نتوانست، اشک از چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچنان بسیار جاری شد که ریش‌های مبارکشان پر از اشک شد. در آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم او را چنین گفت: آنچه تا پذیرفتن اسلام انجام دادی الله تعالی آن را خواهد بخشید. اکنون برخیز، برو تا عملهای نیک کن که خداوند از تو راضی باشد. این بود قصه مرد جاهلی که دختر خود را کشته بود. الله تعالی همه ما را ایمان مستحکم و دل پاک دهد. باقی در امان الله. خداوند یار و مددگارتان باشد.